Herkese selam. Bugün sizlere Anker FM hakkında bazı şeyleri söyleyeceğim. Podcast'inizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize izin veren oluşturma araçları vardır. Yani Anker FM, yani podcast'ınıza kayıt yaparsınız Anker FM'de. Orada da hem yani telefonunuza indirirsiniz ücretsiz bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde kendi şovlarınızı, programlarınızı, yayınlarınızı burada kaydedebilirsiniz. Onun için başlamaya hani para lazım değil, ücretsiz bir şekilde Anker FM uygulamasını telefonunuza indirin veya da Google'a Anker FM yazın, oradan kendinize kayıt oluşturun ve kendi şovlarınıza başlayın. به نام خدا. با عرض سلام به مجموع خبرهای این ساعت از رادیو ترکمن FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمدین. امروز دوشنبه سوم جوزای 1400 هجری خورشیدی. یک خانم انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف در ولایت فاریاب از پا درآمد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله با نشر خبری می‌افزاید که یک خانم انتحار کننده می‌خواست مواد همراهش را بالای قرارگاه قماندانی امنیه ولسوالی قیصار ولایت فاریاب منفجر کند که قبل از رسیدن به هدف در قریه سر آسیاب آن ولسوالی شناسایی و از بین برده شد. سخنگوی وزارت امور داخله همچنان گفته که به شمول انتحار کننده 3 طالب تروریست کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی ولسوالی قره‌باغ و کابل میگویند که 2 عضو یک خانواده در نتیجه درگیری از اثر خصومت‌های خانوادگی جان باختند. خوجا محمد حنیف صدیقی ولسوال قره‌باغ ولایت کابل به رسانه‌ها گفت که این حادثه ساعت 9:30 یکشنبه شب 2 جوزا در روستای لوگری‌های این ولسوالی رخ داده است. با گفته او این حادثه قتل به علت درگیری ناشی از خصومت‌ها بین 2 خانواده رخ داده است. حمله طالبان بالای 6 ولسوالی بدخشان عقب زده شد. مقام‌های محلی ولایت بدخشان به رسانه‌ها میگویند که حملات تهاجمی جنگجویان گروه طالبان بر 6 ولسوالی این ولایت عقب زده شده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان گفته است که جنگجویان گروه طالبان شب گذشته بالای ولسوالی‌های راغستان، وردوج، یفتل پایان، جرم، خاش و درایم حمله کردند، اما از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی با شکست مواجه شده است. آقای نظری بیان داشته که در جریان این درگیری‌ها 10 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. سخنگوی والی بدخشان همچنان گفته است که عبدالمنان عمر ولسوال نامنهاد گروه طالبان برای ولسوالی شهر بزرگ این ولایت در درگیری ولسوالی یفتال پایان به شدت زخمی شده است، اما در این مورد طالبان چیزی نگفتند. نیروهای امنیتی 8 نظامی را از زندان طالبان در ولایت بغلان آزاد کردند. وزارت دفاع ملی اعلام کرد که نیروهای کماندو با اجرای عملیات 8 نظامی را از یک زندان طالبان در ولایت بغلان آزاد کردند. طبق اعلام وزارت دفاع ملی این عملیات یکشنبه شب 2 جوزا در روستای عمرخیل بغلان جدید اجرا شده است. آواره شدن نزدیک به 100,000 نفر به دلیل جنگ و درگیری در کشور. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گزارش داده است که در سال 2021 نزدیک به 100,000 نفر به دلیل جنگ و خشونت‌ها در کشور از خانه‌هایشان آواره شدند. بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، بیشتر این آواره‌ها زنان و کودکان هستند. با گفته این نهاد، بیشترین درگیری‌ها در ولایت‌های زابل، هلمند، قندهار و اروزگان بوده است. نزدیک به 42,000 تن کنجد در کشور تولید شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور اعلام کرده است که در جریان سال گذشته 41,855 تن کنجد از مزارع کشور به دست آمده است.
طبق خبرنامه وزارت زراعت که روز دوشنبه 3 جوزا نشر شد، در جریان سال 1399 خورشیدی بیش از 41,000 تن کنجد در کشور تولید شده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی ریاست احصایه و معلومات وزارت زراعت، این حجم کنجد از 65 هکتار زمین در سراسر افغانستان به دست آمده است. با گفته وزارت صحت عامه هند، شمار مرگ ناشی از ویروس کرونا در این کشور از مرز 300,000 گذشت. تنها در کمتر از یک ماه 100,000 نفر به اثر مبتلا به ویروس کرونا در هند جان باختند. این کشور در حالی می‌کوشد با ازدیاد مبتلایان مبارزه کند. کمبود تجهیزات از جمله اکسیژن و دارو نیز از دیگر مشکلات به شمار می‌آید. اکنون هند پس از امریکا، برزیل بیشترین تعداد مرگ ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرده است. ترکیه یک مظنون بمبساز داعش را دستگیر کرد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در ترکیه یک مظنون بمبساز داعش را دستگیر کردند. رسانه‌های رسمی در ترکیه گفتند این فرد شهروند مصری است که پس از ورود به استانبول از سوی سوریه دستگیر شده است. این دستگیری با مشوره نهادهای امنیتی ایالات متحده صورت گرفته. فرد مظنون در امریکا تحت تعقیب است. گفته شده فرد دستگیر شده قصد داشته حملاتی را در ترکیه سازماندهی کند. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از رادیو ترکمن FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد، خدایار و نگهدارتان.